سلام دوستان، روزتون بخیر. این ساتور امروز میخوام واسه تون پست بذارم و تست کنم خدمت. این تست تیزی کاملا تیز، مشخصات دستش حالا باربند برنجیه، دسته چوب نارون سیاه، تیر سیاه که نمیشه گفت، با پرچای برنجی که ضد آب، هر چی که اینجا استفاده شده ضد آب. چوب هم رزین خورده و بعد از مرحله رزین هم یک بار روغن زده شده تا حد امکان آبگریز و ضد آب شده. این هم ظاهرش. این ساتور که خدمتتون میخوام معرفی کنم، تیغه مشخص تیغه رو میگم خدمتتون، کاملا که خب تیزه، تا یه حدی مناسب ضربه است، چکشکایی شده است، استیل 420 که استیل بگیر بهش میگیم ما، مناسب آشپزیه. تیغه پرداخت خورده و ضخامت اولیه تیغه 2.5 بوده، ولی خب سنباده خورده حدودا 2 در اومده. توی این ظاهر و این پرداخت خورده و حتی گوشی هم توش دیده میشه. این ساتور مناسب آشپزی توی آشپزخونه، توی طبیعت، برش گوشت، مرغ، سبزیجات هیچ فرقی نمیکنه، چون استیل ضد زنگه به مشکل نمیخوره، چه پیاز باشه چه لیمو رنگش رو تغییر نمیده. من دایرکت در خدمتم، اگر سوالی بود تو کامنت یا توی دایرکت من پاسخگو هستم. قیمت هم توی کپشن نوشته میشه خدمتتون.